با سلام به ابر دیپلمات تروریست عالم امکان، امام ارتحالی و مقام معظم گروگانگیرهای جهان، مبتکر راهبرد بزن در رو، همین عظمای خودمون. این جانب ابراهیم قاتل ملقب به 6 کلاسه دروغگو. امروز میخوام درباره دستاوردهای دیپلماتیک دولتم اراجیفی رو در حلقوم خود جاری کنم. همانطور که در جریان هستید، روابط ما با کشورهای همسایه احیا شده و همانطور الو جان، اجاره بها چند برابر شده؟ باشه آقا جان، من وسط کنفرانس دیپلماتیکم، این خبرها چیه میدی؟ بله داشتم میگفتم به حول قوه قلمی مذاکرات به جاهای خوبی رسیده و هنو تورم از 80% گذشته، بی خود کرده بگید نگذره. من دارم آقا دستاوردهای دیپلماتیک نظام را ردیف میکنم. این در تو هم زنگ نزن به ما، خفمون کردی که. بله داشتم میگفتم حاج اسدالله اسدی هم درسته که بمب و برداشت برد، ما رو به باد فنا داد، اما خب بالاخره تونستیم آزادش کنیم. الان موشک هایپرسونیک هم که الو چیه بابا؟ نرخ دلار بین 80 تا 120% افزایش داشته. دارو کمیابه جان، بازار را جده. چی؟ سیستان و بلوچستان؟ ای بابا دوباره اومدن. ای داد بیداد بابا، خفه کردید ما رو شما. من قرازه رو بگو که اومدم خیلی سرم از دستاوردهای دیپلماتیک نظام رو نمایی کنم. نخواستم اصلا. بابا جمع کنید برید، کاسه جمشتون رو جمع کنید برید، یالا برید. تو هم چه زرت زنگ میزنید. بنداز کنار اینو خوش کنو.